اینجا بازار چهارسو یکی از بزرگترین بازارها در آسیای مرکزی و در قلب شهر تاشکند پایتخت ازبکستان است. روزانه در آن صدها نفر کار و هزاران نفر خرید می کنند. همه انواع خوردنی را در اینجا می توان یافت. شیر، جرغوت، قایماق، برنز، پنیر از شیر بوز داریم. همه این را از شیر حاصل میکنیم. همه‌اش را در خانه تولید میکنیم. اینش چکه است که خودمون استحصال میکنیم. یک گوشه بزرگ بازار چهارسو برای فروشندگان میوه خشک است که در بین سیاحان خریداری زیاد دارد. فروشندگانش هم در تعریف محصولات خویش استادند. مایز من از سمرقندن келadi. سایاکی مایز ایده بونه. این مویز از سمرقند آورده شده است. گموگلوبین را زیاد می کند و برای آدم بسیار فایده دارد. این زردالو است. این قولینگ را از فرغانه آورده ایم. یگان دارو اضافه نکرده ایم و بسیار شیرین است. خورا örek doğrulanmagan deydi. Bu şirin. در اینجا مثل بازارهای تاجیکستان سبزیجات را از خانه ها و کشتزارهای خود آورده می فروشند. طبیعی است که در فصل بهار انواع آن زیادتر می شود. ما همه این سبزوات را خودمون پرورش میکنیم. بروکلی را بیشتر برای سالاد استفاده میبرند. گرمداری دونگانی، کرم سبز و سرخ، قلمفور داریم. همه محصولات ضروری برای لغمان را داریم. سیر غنی از ویتامین، همه چی داریم. رسته مخصوص قروت فروشی نیز در این بازار هست و در آن ده ها نوع قروت را می‌یابد که در تاجیکستان هم طلبکاری زیاد دارد. قروت این بازار تا به ترکیه و کشورهای عربی می‌رفته است. مشتری های ما از دوبای و ترکیه می آیند. بسیارشان تلفن های مرا می گیرند و می گویند که از طریق آدمانشان با آنها فرستم. آنها از نوهای گوناگون قروت 10 کیلوگرم می گیرند. قروت با ریحان، بادام و هر نوع دیگر 10 یا 20 کیلویی می خرند. با آنهایی که روزه دارند توصیه می‌دهیم این رسته بازار چهارسو در تاشکند را تماشا نکنند، زیرا ممکن است از آب کشند. میزبان تاجیکی این بازار پس از باز شدن مرز بین تاجیکستان و ازبکستان زیادتر شده است. توریست келadi. سیاحان اساساً برای چشیدن تمام خوراک‌ها می‌آیند. بسیار نمی‌خرند. آنها درباره خوراک در جای می‌شنوند و زود می‌آیند و از هر یکی کم کم می‌چشند. همیشه خرسند می‌روند.